شام سهشنبه 17 اکتبر سال 2023 بر اثر ترکش موشک در بیمارستان الاهلی در سرزمین‌های فلسطین غزه 100 نفر کشته شدند. در این بیمارخانه نه فقط بیماران تبابت می‌گرفتند، بلکه صدها تن از ساکنان از بمباران اسرائیل به اینجا پناه برده بودند. گروه حماس که نظارت نوار غزه را در دست دارد درباره هلاکت حدود 500 نفر خبر داد و اسرائیل را در این حمله گناهکار کرد. اسرائیل شماره اعلام شده کشته شدگان را مبالغه نامیده و در عین زمان دست داشتن خود در این حمله را رد کرد و آن را نتیجه خطا رفتن یک موشک گروه فلسطینی جهاد اسلامی خواند. رهبر فلسطین محمود عباس در سرزمین‌های فلسطینی به یاد قربانیان حمله به بیمارستان غزه و همه قربانیان دیگر 3 روز ماتم اعلام کرده است. نماینده ارتش اسرائیل کنتر ادمیرال دانیل خاگاری صبح 18 اکتبر به ژورنالیستان خبر داد که شام سهشنبه ساعت 18:15 به وقت محلی گروه حماس به سوی قلمرو اسرائیل چندین موشک پرتاب کرد. ساعت 18:59 جهاد اسلامی به پرتاب کردن موشک‌هایش سر کرد و در همین وقت خبر ترکش در بیمارخانه غزه رسید. خاگاری گفت حماس می‌داند که ترکش در بیمارخانه غزه نتیجه خطا خوردن موشک جهاد اسلامی است، ولی معرکه جهانی را برو انداخته است تا اسرائیل را عیب‌دار کند. جهاد اسلامی سازمان فلسطینی که از سوی ایران حمایت می شود در حمله حماس به ضد اسرائیل فعالانه اشتراک داشت. بر اثر خطا رفتن موشک این سازمان و ترکیدن بیمارستان را رد می کند و ادعای اسرائیل را دروغ می نامد. ترکش در بیمارستان غزه پر قربانی ترین حادثه از زمان آغاز حمله حماس به ضد اسرائیل به شمار می رود. این ترکش پر قربانی موج اعتراض ها را در غزه، سرزمین‌های فلسطین، اردن، استانبول و چندین کشور دیگر مسلمانشین به بار آورد. نماینده وزارت تندرستی فلسطین صبح 18 اکتبر گفت عملیات بیرون کشیدن جسدهای قربانیان در بیمارستان همچنان ادامه دارد. این حمله در حال رخ داد که پرزیدنت امریکا جو بایدن به خاطر بررسی بحران اخیر راهی خاورمیانه بود تا با رهبران اسرائیل و فلسطین و مصر و اردن ملاقات کند. روسیه و امارات متحده عرب خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این حادثه شدند. این نشست صبح 18 اکتبر به وقت نیویورک دایر می شود. رهبران جهان در عموم ترکش در بیمارستان غزه را محکوم کردند، اما در حالی که سران دولت‌های عرب اسرائیل را گناهکار می کنند، رهبران غربی و سران سازمان‌های بین المللی از ابدار کردن این یا آن جانب خویشتنداری می کنند.